آیدا، امید و زندگی من، از چهارشنبه هفته پیش تا امروز تمام وقتم، تمام نیرو و تمام امیدم صرف این شده است که تو را یک نظر ببینم. افسوس، در همه عمرم این نومیدانه ترین تلاشی بوده است که کردم. در آستانه ناامیدانه ترین سفرهایم تمام تلاش هایی که برای دیدار تو کردم بی نتیجه ماند. هم پنجشنبه و هم شنبه. آنقدر جلوی دانشکده‌ات ایستادم و ایستادم تا وقتی که همه درها را بستند، چراغ‌ها را خاموش کردند و پسرک 10 ساله‌ای که گمان می‌کنم پسر سرایدار یا فراش دانشکده بود، به من گفت که دیگر حتی یک نفر هم آن تو نمانده است. این چند شب بدترین شب‌های عمر من است. نمی‌دانم، نمی‌دانم این بدترین شب‌ها را شروع کردم یا دارم شروع می‌کنم. اما به هر تقدیر، این ساعات تاریک و بی‌امید، این روزهایی که دست کم اگر هیچ موفقیت دیگری درش نبود، اینش بود که به امید دیدار تو شروع می‌شد. و حتی اگر هم در آخرین ساعات شب با ناامیدی کامل مثل دفتری برهم نهاده میشد، باز این امید که فردا بتوانم ببینمت زنده نگهم میداشت. میدانی از فردا صبح دیگر این امید را هم از دست خواهم داد. امید بزرگی بود که حداقل روزی یک بار تو را ببینم. حداقل این امید به من نیروی آن را میداد که صورتم را بتراشم و از قبر خودم خارج بشوم برای آنکه آفتاب وجود تو به جسم رطوبت کشیده من بتابد. می‌دانستم که آیدای من، امید و حرارت و آفتاب زندگی من، با لبخندش در انتظار من است. می‌دانستم که آیدای من، با چشم‌هایی که پرمحبت‌ترین نگاهش را به من بخشیده نگاهم خواهد کرد. می‌دانستم که آیدای من از من شکایت خواهد کرد که چرا ریشم را نتراشیده‌ام و این نیرویی بود برای آنکه ریشم را بتراشم. می‌دانستم که آیدای من از من شکایت خواهد کرد که چرا ریشم را نتراشیدم و این نیرویی بود برای آنکه ریشم را بتراشم. می‌دانستم که آیدای مهربان من از من گله می‌کند که چرا با وجود آنکه در کنارش هستم افسرده و کسلم، چرا با او حرف نمی‌زنم و چرا او را نمی‌خندانم. و این انگیزه‌ای بود که شاد و سرمست باشم، همه غم‌ها، ناراحتی‌هایم را فراموش کنم و دمی را که در کنار او هستم شاد و خندان باشم. اما از فردا این امید را ندارم. این امید را از خودم قیچی کردم و به دنبال آنچه کلید زندگی فردای ما باشد این شهر را ترک می‌کنم. آخرین باری که دیدمت سه‌شنبه هفته پیش بود. چند دقیقه‌ای با تو بودم و بعد ترکت کردم که خودم را به دکتر برسانم. بدبختانه آن شب دکتر نیامد. تا نزدیکی‌های نیمه شب تنها و بدبخت در کوچه و پس کوچه‌ها پرسه زدم. نزدیک نیمه شب بود که به خانه فریدون رفتم. همه کوششم برای خوابیدن بی‌ثمر بود. فردایش یعنی چهارشنبه را نخواستم با اعصاب در هم شکسته پیش تو بیایم. مسلم است که اگر تو را می‌دیدم بهترین مسکن‌های عصبی و روحی خودم را می‌یافتم. فقط ترسم از این بود که وضع بد روحی من تو را ناراحت کند. این بود که به خودم فشار آوردم و نیامدم. گفتم فردا آیدای خودم را خواهم دید و روح بیچاره‌ام را از نشأه مهربانی و عشق و محبت از سیراب خواهم کرد. افسوس که این فردا نیامد. عصر پنجشنبه را جلوی دانشکده‌ات ایستادم تا موقعی که پسرک آمد و درها را بست. جمعه را هم صبح و هم عصر و هم شب جلوی خانه‌تان قدم زدم. ایستادم، نشستم. 2 بار آرسیک مرا دید. فکر کردم لابد به نحوی به تو خواهد گفت که مرا دیده است. افسوس که نگفت. امشب به هر حقه‌ای که بود فریدون را فرستادم و بالاخره معلوم شد که بیمار و بستری هستی. آدم بدبختی هستم. تقدیر من این است. آیدا جانم، این کاغذ را نتوانسته بودم دیشب تمام کنم. امروز غروب وارد سنندج شدم و قبل از آن که به هر اقدامی دست بزنم تصمیم گرفتم این نامه را به آخر برسانم. حرف زیادی ندارم برایت بنویسم. نمیتوانستم تهران بمانم زیرا اعصابم دیگر در شرف انفجار بود. ناچار راه افتادم و آمدم.
همه امیدم این است که در اولین فرصت بتوانم با تو به وسیله تلفن صحبت کنم. مرکز تلفن کاریر تهران اول ناصر خسرو نزدیک توپخانه است. مرا به وسیله آقای محمود مصباحی سازمان اصلاحات ارضی سنندج پای تلفن می‌خواهید. به من خبر می‌دهند و به تو هم ساعتش را تعیین می‌کنند و می‌گویند کار ساده است. اگر تو تلفن داشتی من می‌توانستم از همینجا این کار را بکنم. متاسفانه بدون تلفن نمی‌شود. عزیزم مرا به انتظار مگذار. شاید پیش از اینکه این نامه را پست کنم نامه دیگری هم برایت بنویسم. خواهشم این است که آدرس مستقیم تری برای مکاتبه به من بدهی. فرستادن نامه برای فریدون و آمدن فریدون و پیدا کردن تو و دادن نامه من به تو خیلی وقت میبرد. آدرس مستقیم من هم این است: سنندج، کوچه پشت فرهنگ استان احمد شاملو. دیوانه‌وار منتظرم که صدایت را بشنوم. دیوانه‌وار منتظرم که صدایت را بشنوم. دیوانه‌وار منتظرم که خطت را ببینم. تو را دوست دارم و 1000 بار دوستت دارم. یادت نرود آیدای من.